پوکو X6 پرو موفق ترین گوشی گیمینگ میان رده توی بازار سال 2024. حالا امروز اومدیم که نسخه بعدی یعنی پوکو X7 پرو رو بررسی کنیم. اگه توی سالهای اخیر توی بازار موبایل چرخیده باشید، چند تا ویدیو بررسی نگاه کرده باشید، چند تا ویدیو مقایسه و چند تا ویدیو راهنمایی خرید گوشی نگاه کرده باشید، قطعا توی همه این ویدیوها اسم پوکو X6 پرو رو شنیدید. پوکو X6 پرو یه گوشی خیلی با ارزش خرید بود توی سال گذشته که امسال نسخه جدیدش توسط شیائومی معرفی شده و توی این ویدیو قراره بریم این گوشی رو بررسی کنیم، به سوالات پرتکرار جواب بدیم و بریم ببینیم که تغییراتش اونقدر زیاد بوده که ما پوکو X6 پرو بفروشیم بریم اونو بخریم، یا اینکه اگه میخوایم گوشی جدید بخریم به جای بین پوکو X6 پرو و پوکو X7 پرو بریم کدومش رو بخریم. پس با من همراه باشید. از بخش طراحی شروع میکنیم. IP68 یه IP خیلی مقاوم در برابر آب و گرد و غبار و همه چیزه که IP تکمیلیه برای محافظت از گوشی. اما پوکو X7 پرو امسال با IP جدید معرفی شده، یعنی IP69 که مقاومتر از اون گوش IP68 که پوکو X6 پرو داشت. خدمتتون عرض کنم که زمان بیشتری زیر آب میتونه بمونه، با آب جوش توی آب جوش میتونه دووم بیاره و خلاصه سطحش اومده بالاتر. فریم دوری گوشی پلاستیک ماته، همچنین فریم پشتی گوشی هم یه دونه پلاستیک ماته. توی بخش طراحی دوربینا یه دونه دوربین کم شده، همون دوربین ماکرو و 2 تا دوربین توی پشت گوشی قرار گرفته و طراحی مینیمال تر داره و پشت سر هم اینجوری کنار هم قرار گرفتن به صورت عمودی عین آیفون 16. همچنین این گوشی یه دونه نسخه آیرون من هم داره که توی جعبش یه سری چیزای بیشتر وجود داره، طراحی آیرون من داره جعبش. پشت گوشی هم همینجوری شبیه آیرون منه که اونم خیلی جذابه. مثل سال گذشته این گوشی صفحه نمایش اولد 6.67 اینچی با رزولوشن 1220p داره که واقعا صفحه نمایش خوبیه حتی برای امسال. باز هم مثل سال گذشته این گوشی رفرش ریت 120 هرتزه و فقط بین 60 و 120 هرتز به صورت اتوماتیک سویچ میکنه و LTPO نیست و توی زمینه پیشرفتی نداشته. این صفحه نمایش باز هم مثل سال گذشته استانداردهای HDR10 و HDR10 پلاس رو داره، اما شاید بگی تغییراتش نسبت به سال گذشته چی بوده؟ این صفحه نمایش روشن‌تر شده و 1260 نیت به صورت اتوماتیک و زیر نور خورشید به شدت زیاد به شما روشنایی میده و به صورت دستی هم که اگه بخواید تا ته ببرید بالا به حدود 880 نیت توی این رنج قرار میگیره. غیر از این موضوع این گوشی گورلا گلس 7 آیو داره که نسبت به سال گذشته مقاوم‌تر شده. درسته که مقاوم‌تر شده اما باز هم خط و خش میگیره، باز هم میشکنه و به شما پیشنهاد میدم که روی این صفحه نمایش گلس بندازید. دالبی اتموس یه استاندارد واسه یه 2 تا اسپیکر استریو این گوشیه که واقعا صدای خوبی رو ارائه میدن. دالبی اتموس یعنی اینکه به شما یه صدای زنده تر رو نشون میده. مثلا اگه بخواید یه صدای کنسرتی رو به صورت استریو دانلود کنید و گوش بدید، وقتی که استاندارد دالبی اتموس رو داره صدا واسه شما ملموس‌تر و واقعی‌تر میشه. همونطور که اشاره کردم این 2 تا اسپیکر واقعا صدای خوبی دارن، باس معمولی و با نسبتا خوبی رو دارن، همه چیزش اوکیه و صدای شفاف و دقیق ارائه میده، اما صداش اونقدرها بالا نیست. این گوشی غیر از الگو پترن که گوشی رو باز میکنه حسگر اثر گوش هم داره که اپتیکاله و خدمتتون عرض کنم که سریع باز میکنه و انیمیشنی هم که روی HyperOS 2 که جلوتر بهش میرسیم توش تعبیه شده باعث میشه که این زودتر باز شدن واسهتون جلوه قشنگتری داشته باشه. غیر از اسکر اثر گوش بالای گوشی یه دونه سنسور مادوم قرمز داره که شما میتونید با ریختن اپلیکیشن مورد نظر که توی گوگل پلی هست تلویزیونی داشته باشید یا وسیله هوشمندی داشته باشید، با این اسکر مادوم قرمز از دور کنترلش کنید و به صورت عادی مثل کنترل عمل میکنه. این گوشی متاسفانه با میکرو SD مثل پوکو X6 پرو نمیشه حافظه‌شو بالا برد و فقط توی 2 تا نسخه عرضه میشه، یه دونه با حافظه 256 گیگ و یه دونه با حافظه 512 گیگ. همونطور که گفتم این گوشی HyperOS 2 رو داره بر روی اندروید 15 که HyperOS 2 جدیداً واسه گوشی شیائومی اومده. میخوام تغییرش و تفاوتش نسبت به HyperOS 1 و همون HyperOS اولیه بگم اینه که هیچ تغییری نداشته و پایش همونه، آیکونا همونن، انیمیشن ها همونن، فقط ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی بهش اضافه شده.
این هوش مصنوعی شامل دستیار صوتی خود گوگله و غیر از این میتونید شما توی عکاسی این هوش مصنوعی رو خیلی کمک بگیرید و توی عکاسی خیلی کمک میکنه هوش مصنوعی بهتون. آسمون شب و واسهتون روز میکنه. یه سری این تریکایی که تو همه گوشی‌ها وجود داشته و عکسای این گوشی رو بهبود میبخشه. اما باید بریم ببینیم که توی بخش دوربین این گوشی چجوری شده با تلفیق هوش مصنوعی آپدیت میگیره و فقط 3 سال اون آپدیت اندرویده. یعنی الان که اندروید 15 داره، اندروید 16 رو میگیره، اندروید 17 رو میگیره و همچنین اندروید 18 و 1 سال بعدش هم یه آپدیت امنیتی برای اینکه امنیت گوشی بالاتر بره از خود شیائومی دریافت میکنه. چیپست این گوشی دایمنسیتی 8400 اولتراست که یک نسل از دایمنسیتی 8300 که توی پوکو ایکس 6 پرو بود بالاتره. یعنی پوکو ایکس 7 پرو الان دایمنسیتی 8400 اولترا داره. توی بنچمارک هایی که از این گوشی در اومده بیرون و بنچمارک هایی که از این چیپست گرفته شده توی این گوشی یعنی پوکو ایکس 7 پرو، خدمتتون عرض کنم که این گوشی نسبت به پوکو ایکس 6 پرو قوی تر شده، خیلی قوی تر. بازی‌های گوشی پرچم‌دار رو به راحتی میتونه اجرا کنه و نسبت به قیمت خودش خیلی بالاتره. یعنی اینکه این گوشی مثلا اگه 30 میلیون باشه، قد این گوشی 40 میلیون میتونه واسه شما کار کنه و اگه دنبال این گوشی گیمینگ هستید این گوشی واقعا مناسب. سیستم حرارتی این گوشی بهتر هم شده، یعنی نسبت به سال گذشته و نسل قبلی پوکو ایکس 7 پرو واقعا پردازندش، خنک کنندش بهتر شده و راندمان بهتری داره. اما بالاخره توی همه گوشی‌ها چه پرچم‌دار، چه میان رده، چه اقتصادی، توی اولای کار پردازنده یه جامپ زیادی داره، بعد کم میشه و میاد پایین. و اگه بخوام دقیق‌تر بگم این افت عملکرد حرارتی مثل یه پرچم‌دار معمولی. پارسال پوکو ایکس 6 پرو ظرفیت باتری 5000 میلی آمپری داشت که واقعا خوب بود و جواب میداد. امسال شیائومی اومده توی نسخه هند ظرفیت باتری این گوشی رو به 6550 میلی آمپر افزایش داده، ولی توی نسخه‌های جهانی که برای ایران هم اون نسخه عرضه میشه و وارد ایران میشه، باتری این گوشی 6000 میلی آمپره که واقعا باتری خوبیه و خوب شارژ نگه می‌داره. اگه بخوام از آداپتور بهتون بگم، چون این گوشی داخل ایران و خاورمیانه میاد، آداپتور توی جعبه‌اش هست و نباید نگران باشید. و آداپتوری هم که هست نسبت به سال گذشته بیشتر شده ظرفیت شارژش، یعنی 67 وات بود توی پوکو ایکس 6 پرو، تو پوکو ایکس 7 پرو شده 90 وات. اما اینو خیلی اون سرعت شارژ بالا نمیبره، چرا که این گوشی 6000 میلی آمپر شده و 1000 میلی آمپر نسبت به نسل گذشته ظرفیت باتریش رفته بالاتر و زمان بیشتری میبره تا این گوشی رو شارژ کنه. همونطور که گفتم پشت این گوشی فقط 2 تا دوربینه و دوربین ماکرو حذف شده. یه دوربین 50 مگاپیکسلی اصلی و یه دوربین اولترا واید، همون فوق عریض 8 مگاپیکسلی. پردازنده این گوشی خیلی خوبه، اما دوربیناش چنگی به دل نمیزنه. درسته که نسبت به سال گذشته بهبود داشته، اما این بهبود با اینکه بهبود داشته اونقدر چنگی به دل نمیزنه دیگه. نسبت به قیمتش اونقدر دوربینش خوب نیست، ولی پردازنده جبران شده. عکسایی که با دوربین اصلی میگیریم جزئیات خوبی دارن، داینامیک رنج واقعا خوبی دارن. توی شب داینامیک رنج میاد پایینتر و دوربین فوق عریض اوجاج یکم تو تصویر وجود داره، نویز بیشتر میشه و جزئیات از دست میدی. این گوشی یه دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم داره که واقعا این هم خوب نیست و خیلی ضعیف‌تر از دوربینای پشتشه. جزئیات خوبی رو نمیگیره، رنگ تصویر و رنگ صورت رو اصلا خوب به شما واضح نشون نمیده، جزئیات کمه، داینامیکش کمه و دوربین سلفی اصلا خوبی رو نداره. نقاط ضعف این گوشی دوربینای معمولی داره و دوربین اولترا وایدش واقعا آدمو ناامید میکنه از خودش. همچنین دوربین سلفی هم اصلا کیفیت مناسبی رو نداره. اما با این نقاط ضعف این گوشی نقاط قوتی هم داره. پردازنده عالی داره، خدمتتون عرض کنم صفحه نمایش خوبی داره و واسه گیم زدن واقعا گوشی مناسبیه. دوربینش هم در حدیه که اگه عکاس نباشید، علاقه‌ای به عکاسی نداشته باشید و نخواهید عکسای آنچنان خوبی بگیرید و تمرکزتون رو پردازنده باشه، شما رو راضی میکنه. حالا میرسیم به این بخش پوکو ایکس 6 پرو یا اینکه پوکو ایکس 7 پرو. من بخوام توی این بخش شما رو راهنمایی کنم، اگه پوکو ایکس 6 پرو دارید روی همون بمونید و نرید پوکو ایکس 7 پرو رو بخرید. اگه هم میخواید تازه گوشی بخرید، حتما برید پوکو ایکس 7 پرو رو بخرید چون ارزش خرید بالاتری داره. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.